السلام علیکم داملای شیرین سخن، اکای حاجی میرزا. یک سؤالی دارم. من نماز میخوانم، پدرم نمیماند، مرا چیکار کنم؟ یعنی البته وای به حال همون پدری که فرزند خود برای نماز خواندن اجازت نمیدهد. تمام مردم مسلمان تمنا دارد که فرزند او نمازخوان شود، تا جایی که پدر خود اصلاح شده باشد. خود باید که در نماز باشد و باید خود پدر مسئول است که فرزندها را نمازخوان کند. امروز این مصیبت بین که پدر نماز نمیخواند، بعضی این با فرزند نمیگذارد که نماز خواند. سوره مدثره اگر آیت‌های آخرش شما تلاوت کنین، خداوند میگفته است کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. بنده های نمازخوان وقتی که وارد جنت می شده است، خدا میگوید، من مختصرا یک خلاصه شیره این آیت به شما میگم، وقتی بنده های نمازخوان، بنده های جمعه خوان، بنده های خدا ترس وقتی که وارد جنت می شوند، یتساءلون عن المجرمین، از این پدر بینماز میپرسید از همون بچه نمازخوان، ما سلککم فی سقر، پدر چرا تو وارد دوزخ شدی؟ گناهکارها را میپرسیدند، جنتی ها با یکدیگر ملاقات میکردند، چرا تو وارد دوزخ شدی؟ آنها چی میگفتند؟ قالوا لم نکو من المصلین، ای وای به حال ما که ما از جمله بندگانی بودیم که در دنیا نماز نمیخواندیم. لم نکو من المصلین، ما از همون طایفه بودیم که در دنیا نامان مسلمان بود. بچه ما نماز میخواند، مادر ما نماز میخواند، لکن خودمان خدا زده بود و از این نماز دور بودیم. فکر میکردیم که بی نماز مسلمان است، لیکن امروز خداوند با سبب این بی نمازی ما را وارد دوزخ کرده است. دیگر از اینجا خلاصی برای ما نیست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له، این حدیث طبرانی است. حضرت گفته است که همین آدم بی نماز هیچ قدر در اسلام ندارد. لا سهم فی الاسلام، بی قدرترین، پلیدترین، افلاسترین بنده در روی دنیا کسی است که لا صلاة له، کسی از نماز ندارد. گفتم پیغمبر العهد الذي بیننا و بینکم الصلاة فمن ترکها فقد کفر، این حدیث پیغمبری خداست. من عهدی که با شما کردم ای امتی مسلمان، پیغمبر میگوید همون عهد من، پیمان من با شما آن زمانی هست، آن زمانی من پیغمبری شما هستم، آن زمان شما امتی من هستید که در بینتان نماز داشته باشید. فمن ترکها فقد کفر، کسی که نماز ترک کرد، گفت پیغمبر، عهد و پیمان برید و اسلام ندارد و مسلمان نیست. این حدیث پیغمبر شماست. در باب تاریک الصلاة در کتاب مکاشفة القلوب امام غزالی وارد شده است. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. حضرت حافظ شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. همین شیطان رانده شدنش از درگاه پروردگار به چی خاطر بود؟ به خاطری که وقتی خدا امرش کرد آدمی که من آفریدم سجده کن، گو خلقته من طین و خلقتنی من نار، تو مرا از آتش آفریدی، این آدم از خاک آفریدی، آتش از خاک افضل است، من این سجده نمی کنم. شیطان که رانده گشت و جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، او سجده بری آدم و این بر خدا نکرد. شیطان هزارها بار، همین شیطان مردود ملعونی مرجوم از آدم بی نماز میگد 1000 مرتبه بهتر است، زیرا که این شیطان آدم سجده نکرد، لیکن این بنده باشد خدا را سجده نمیکند.